سلام از کردی آقا گرگای حمام دار. این دم آخری بد جوری به بهشت جهنم پیله کردن. دیشب براتون از خورخور خرچنگ نظام گفتم که یه پشت دست کوبی تو دهن مهن شیخ پری. مسئول محترمی گفته است به زور شلاق نمی شود مردم را راهی بهشت کرد. بله. شیخ پریم همون نداد و فردای جمعه بازار به بهونه صحبت درباره ریزگردها 2 تا درشت گذاشت تو کاسه خرچنگ و باقی امام جمعه های ولایت مدار. بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم میخورن. نه دین رو میدونن چیه، نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن برام. خب این از پاتک شیخ پری به تک بهشتی خرچنگ. حالا تنها بحثی که میمونه امر به منکر و نهی از معروف آخوندیه. آن که اینو اینطوری معنا کنیم، این که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری که میخوام بکنن، در عرصه اخلاقی آزاد، در عرصه سیاسی آزاد، در عرصه اقتصادی آزاد، حدود الهی رو بشکنن، امر به معروف و نهی از منکر هم نداشته باشید. به صراحت میگویم این معنا مورد تأیید هیچ کس و هیچ مسئول در نظام اسلامی نیست. حسن کلیدساز که حالا همه کلیدا رو ول کرده و پیله کرده به کلید جهنم، این قسمت از روزه خرچنگ نظام رو هم بی جواب نذاشت و یک هفتگرگی غرب پسند گذاشت تو صورت رقیب. این امر به معروف نهی از منکری که ما در اسلام میگیم، حالا این بگیم بعضیا باز میگن که فلانی رفت از غرب تعریف کرد. واقعا در برخی از کشورهای اروپایی شما برید توی، کاری نداره، برید توی پارک کنار یک رودخونه دریاچه یه آشغال بندازید برید ببینید چیکار میکنن. همونی که اون دور و برن. بله اینجا بود که موشکاف با یه فلش بک رفت به 35-6 سال پیش، یعنی روزی که اون پیر دجال کوفتی پاشو گذاشت تو ایران و رفت بهشت زهرا تا استارت ارسال زوری ملت به بهشت رو بزنه. راستی شما یادتونه؟ زندگی معنوی شما را هم میخوایم مرفه باشد. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. اینجوری بود که اون امام بابا غوری به اسم زندگی معنوی مرفه و مقام انسانیت هر غلطی دلش خواست تو این مملکت کرد. حالا بعد 35 سال این ورقپاره های خود حکومتن که واسه دوختن قبای اکبر شاهی به تن کوسه دست رقبا رو تو جهنم سازی واسه ملت رو میکنن. نکته دیگر این جدال ها این است که دولت ها همونطور که وظیفه تسهیل سعادت مردم را بر عهده دارند، وظیفه مهمترشان جلوگیری از جهنم سازی است. اگر ساختار مالی و اداری کشور به گونه‌ای شود که مردم راه نجات را در دروغگویی، رشوه‌خواری و رباخواری ببینند، آنگاه به جای بهشت جهنم را ارزانی کرده ایم. با اعمال اجبار بهشت سوخت می شود و جهنم ساخته می شود. کار دنیا رو میبینید رفقا. یه زمانی اون دجال گور به گوری پاشو گذاشت تو این مملکت تا به اسم دادن بهش تخت ولایتشو سرپا کنه. حالا پس مونده های کوسه نشانش واسه نگه داشتن همون تخت پاره دم از ول کردن همون بهش میزنن. این میگه بهشت و بیخیال، اون بان میگه بهشت به شیوه شلاق کش. دعوا همون دعوای لحاف ملاست.
هر کدوم دنبال بخور خودشونن، اما این تو بمیری از اون تو بمیری هست، کلشونو با بلیت یه طرفه سوت میکنیم تو جهنم.